باید 2 نفر. داداش ببخشید ما یه چالشی داریم، سوال میپرسم اگه درست جواب بدیم برنده سکه میشیم. عرضم به خدمتتون که شهر لوازم خانگی الان شرایط اقساطی بسیار مناسبی در خدمت همه قرار داده. حالا قبلا میخواستم به نظر شما اصلا یا میشد رو فرش باشه که پایه 4 دوربین باشن؟ ما سلام و عرض ادب و احترام داریم محضر ملت شریف ایران. امروز که اومدم اینجا ماشاءالله میبینم مردم اومدن برای خرید، خب استقبال خوبی کردن، قطعا کار خوبه که همه اومدن. چه ربطی داره؟ ببخشید سوالم چی بود؟ شما سوال جواب بده. بفرم. به نام خدا احسان هستم، تازه دامادم هستیم، اومدیم که آره میشه. احسن بر شما میشه. بله میشه. این سکه تمام بهار آزادی خدمت شماست، مبارکتون باشه. میخوای یه بار دیگه شانستون رو تست کنیم؟ نخواین عرضم به خدمتتون که میگن این لوازم شهر خانگیه. فرش قبلا بوده رو لوستر می‌خواستن ببندن 4 دیواری بود، گفتن شیروانی داره تو شمال ولی پرتغال تامسون اصلا پایین‌تر می‌خواستی بالا. چقدر ساده است. بله نخیر. باشه سوالم چی بود؟ سوالتون رو یه بار دیگه بگی متوجه بشه. میگم قبلا شما میدونی؟ تمرکز نداری؟ نه. میگن حالا قبلا واسه شهر فرش لوازم خانگی بچه‌ها الان بزرگ شدن ماشاءالله دانشگاه تشریف میبرن، قبلا نمیتونستن این 4 دیواریاشون بود تو شمال شیروانی باشه پرتغال تامسون. خیلی ساده است. نه سوالم چی بود؟ سوالتون این بود که بچه‌ها نمیتونستن خرید کنن. جوابش چیه؟ جوابش هم الان میتونن بخرن. نه شما میدونی جوابش؟ آره به نام خدا احسانم، تازه داماد میشه. احسن میشه. بله درسته میشه. نه همون یه نر داریم دیگه، سکه نداریم دیگه. مبارکتون باشه. یه سوال دیگه هم بنده خدا. خب شما بیاین من برسیم. آره شما تشریف بیارین اینجا. عرضم به خدمتتون که میگن قبلا که می‌خواستن دستشون بگیرن پایین‌تر بوده، ولی حالا میگن بالا تو شهر فرش شیروانی داشته. چجوری بودش که روبرتو کارلوس میتونن انجام بدن؟ میشه. اگه ما سوالم چی بود ببخشید؟ سوالتون خیلی راحت بدش. من میخوای بگم سوالو جواب بفرمایید. نمیشه. احسن بر شما. بله نمیشد اصلا. سومی نمیشد. احسن جان. مثل اینکه میگن دوربین مخفی. آره فکر کنم داشتن دوربین مخفی. ما با همیم. جمال خیر. با صفایی. سلام علیکم. بویام جان. نباشی. خدا خیرت بده، اما آدم خوبی هستی ها. بدونم برامون میکشی؟ واقعا همون موز عجب آدم خوب تو این دور زمانه کم پیدا میشه. بقول آره والله خدا خیرت بده. مثل خودت دلت بزرگ باشه به قرآن، یعنی جدی دارم میگم. بعد عمو هر چی خدا میخواد بهت بده. بریم عمو. دست در نکن عمو. جان من مفتی نیست. ها؟ پول خرید دادم دیگه داداش. چی بعد اینجا داری؟ دیدم من نمی‌دونم مفتی پول نش مهمون خودمی. چی زدی؟ عمو مفتی دیگه بریم. آقا بیار اینجا افشاری. عمو مفتی نیست مگه؟ خودت گذاشتی اونجا. وایس نه وایس. چی گفتی؟ وایس عمو من ندادی مفتیه. عمو پول دادم دیگه. خودت بزنونو. والا برات احمد میزنه ول کن. همون داریم شوخی میکنیم باهات. این دور نفی میبره اونجا نگاه کن. خانم ببخشید یه لحظه این شیرمون تست می‌کنیم، شیر بدون لاکتوز نظرتون رو بگید. تست کنم نظرم. بله. خوشمزه بود. اوکی یه لحظه تشریف بیارید اینجا من رسیدشو بدم. بگم این شیر سگه بدون لاکتوزه. بعد اینکه چی شد خانم تمیزه، واکسن زده خانم. شیر سگ دادی به من؟ خیلی تمیزه شیرش. خب آره من اوکی شیر آره این واکسن زده. خانم این واکسن زده تمیزه. خانم یه لحظه تشریف بیارید دور مخفی بود. شیر بدون لاکتوز پرچربه. بذار بیشتر بخورید. شیر پاستوریزه است. بیاید تشریف بیارید اینجا. خانم میارید اینجا؟ بیارید یه بطری پر کنم براتون ببرید. همین تازه داره میگیره. تازه داریم میگیریم بعد تمیزم کرد. چه کاریه کردی؟ شیره دیگه. خوشمزه نبود مگه؟ بد بود. اصلا نخوردید که شما یه ذره دیگه بخورید ببینم. خانم شیره بدون لاکتوزه. ببین چقدر قویه. واکسن زده.
شوخیه چی خانم؟ اینا جلو خودت داره میگیره دیگه. ولی از صافی رد می‌کنیم موهاشو میگیریم خیالت راحت باشه. یه بطری پر کنه براتون ببرید. خانم چرا؟ آقا تو رو قرآن بگو شوخی کردی من نه خانم شوخیه چیه؟ ما این سگمون رو نمی‌شناسیم خیلی معروفه این سگمون. بعد شیرش تمیزه. فقط از صافی رد. اینو خودتون از صافی رد کنید دیگه. خانم چرا شوخی انجام؟ مگه با شما شوخی دارم خانم؟ میگم از صبح داریم شیر پخش می‌کنیم. شوخی نمی‌کنیم که جدی. نمیخوام. چرا آخه؟ چه کاری نمی‌کنی تو رو قرآن؟ بدمزه بود مگه؟ بعد مزه بود مگه؟ فقط یه آمپول بزنید. یه درمونگاه هستش اگه می‌خوای خیالت راحت شه یه آمپول بزن برو. تو مخلوط خانم. آقا خوب هستین؟ خیلی متشکرم. یه سوال دارم ازتون. شما اگه جنگ بشه حاضرید برای کشورتون برید جنگ؟ بله حتما. وظیفه هر کسیه که برای کشورش بجنگه. واقعا؟ بله حتما. یعنی مطمئن دیگه میرید جنگ و بله کشورتون؟ بله حتما. دمت گرم که انقدر شجاعی. آقا تشریف بیارید. ما الان یه جنگی شده، حالا جنگ با داعش، نیاز به نیروهای داوطلب داریم که خدا رو شکر یکی یکی داره اوکی میشه. اسم مشخصات آقا رو بگو که ان شاءالله امشب کاراشو کنیم، اعزام کنیم. ایشون داوطلب بودن و خیلی هم آدم شجاعی هستن. اسم و فامیلتون رو بگید که ما اجازه بدید. نه دیگه من اینا خورده فکر کنم. اینطوری فکرش نه دیگه. خب خودتون گفتید میام من میرم. اگه سریعتر بگید. الان خب من ازتون پرسیدم گفتی حاضرم بریم. نه بنویس اسمشون. درسته ولی ایشون آدم شجاعی. نه آقا صاحب حالا ما یه چیزی گفتیم شما نه حالا چیز خاصی نیست، داعش دیگه. نه آقا اجازه بدید من فکرام بکنم. دوست اگه سریعتر بگید آقا سن سالی از من گذشته دیگه. خب خودت گفتی الان من حاضرم برم. حالا اعلام داوطلبی کردی. گفتیم جلوی دوربینه بگیم اینجوری دیگه. واقعا سن سالی از من نمیتونم آقا. بریم نفرات اوکی میشه. ممنون آقا شما. نگرفتیش؟ چرا اینجوری کرد؟ میگیره